همین که پا به اتاقم گذاشتی دیدم که میزبان قدوم مبارک عیدم. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، برآمد از پس ابری سیاه خورشیدم. حوالی نفس واپسین فروردین، بهار را به حضور تو تازه فهمیدم. کتاب شعر به دستت گرفتی و گفتم خود تو شعری و گل کرد حس تمجیدم. کتاب بستی و خندیدی و گذشتی و من پیمبرانه از این اتفاق لرزیدم. و دیدم آنچه که در خواب هم ندیده کسی، و دیدم آنچه که در خواب هم نمیدیدم. سلام، من رضا آرن در مجاز در خدمت شما هستم. امروز شاعری پیش ماست که کتاب زیاد خونده، البته به قول خودش خونده که خونده برای خودش خونده و بعد گفتم اینجا رو درست گفتم کاملا درست. و اینکه معروفه در دوستان ما و در شاعران امروز به خوب شعر نوشتن. عملا به نظر من قدمایی شعر میگه و قدمایی زندگی میکنه و محمد علی کردی از دل تاریخ اومده، همونطور که الان از دل تاریخ آوردیمش اینجا و زحمت کشیده اومده اینجا. اولش که راجع به برنامه باش صحبت کردم اصلا استقبال نکرد، اما برای حمایت ما اومده و همیشه حامی بنده و اشعار بنده و باقی مسائل بوده. سلام، خیلی خوشحالم که عزیزم، امیدوارم حالت خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم برنامه وزین مجاز. هستم در خدمتتون. وزین‌تر شده با حضور شما و افتخار دادید. من خیلی خوشحالم و اینکه قدردان اینکه شما اینجا هستید خواهم بود. قربان شما. آقا محمد علی، من اصلا نمیتونم شما رو به اسم صدا کنم، از اولش نمیتونستم، الان هم نمیتونم. برنامه هست که هست. چی شد که شما سمت شعر اومدی؟ من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت، کاول نظر به دیدن او دیده ور شدم. به واقعا یادم نمیاد که چی شد که شاعر شدم، اما امروز روز میدونم که چرا شاعر شدم، چرا به سمت شعر رفتم، چرا شعر گفتم و برای شعر گفتن دلیل دارم. حداقلش اینه که این خیلی برای خودم جذابه که بگم که من چرا شعر میگم و این شعر برآمده از کجاست. در گذشته خودم، در حال خودم، در اکنون خودم وقتی جستجو میکنم دلایل زیادی برای این کار پیدا میکنم. شما از جمله شاعران امروز ما هستین که من فکر میکنم زیست شاعرانه دارید، درسته؟ اصلا زیست شاعرانه چیه که خیلی جدیدا مطرح شده، همه میگن این زیست شاعرانه؟ ببین، زیست مجموعه افعال انسانه و اون افعال خب یه خاستگاهی داره. این نیستش که ما حتما زیست شاعرانه رو خلاصه کنیم یا اینکه در این قاب جمع کنیم، یک جا کنیم که مثلا یک نفره که شبا تا صبح بیداره، صبح تا شب میخوابه، چای پررنگ میخوره، سیگار قرمز میکشه، سینه خرابی داره، حال ملولی داره. نه، اینجوری نیستش واقعا. زیست شاعرانه از یک وجود و یک حضور پارادوکسیکال میاد، یعنی این برآمده از مجموعه تعارضات روحی و روانی انسانه. و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ آفرین. سهراب سپهری این سوال وقتی میپرسه که چرا ما تو قفس کرکس نگه نمیداریم، به جای مثلا اینکه الان قناری نگه میداریم چرا کرکس نگه نمیداریم، خودش مجموعه تعارضات روانی یک شاعره. روانی به اون معنی روانی رایج و متداول نه، این شاعرها روانی هست. این که نه، اصلا اینجوری نیست. به نظر من یک سری تعارضات وجودیه، یک سری سوالاته، یک سری پرسش‌های بعضن کودکانه است که شاعر در خلال این پرسش‌ها نشون میده که
زندگی روزمره براش جا نیفتاده، خیلی چیزها رو نمیتونه بهش تن بده، خیلی چیزها رو نمیتونه بهش عادت کنه. این رفت و آمدها، این تعارفات معصوم، نمیدونم چه و چه ها، این به خاطر اینه که اینا برای شاعر ایجاد سوال میکنه. یک اتفاقات معمولی که همه دارن میبینن، همه کنارش ساده رد میشن و شاعر براش همچنان مثل یک کودک که سوال میپرسه از پدر مادرش که این چیه، مثلا یک قاشق چنگال، این چیه، این چیه، یک ماشین، یک نمیدونم هواپیما، هرچی. به خاطر اینکه یک حالت کشفی در این سوال نهفته است، اون کودک برای اولین بار داره مواجه میشه با این مثلا این اشیا، با جهان پیرامونی که برای ما سالها دیدیم اینها رو و باهاش زندگی کردیم. اما برای اون کودک این حالت کشف وجود داره. دکتر شفیعی کدکنی تو کتاب صور خیال میگه که اولین انسان که اولین بارون رو دید، اولین طلوع آفتاب رو دید، اولین غروب آفتاب رو دید، براشون حالت کشف وجود داشت، یک تازگی. ما چند میلیون ساله که داریم غروب و طلوع آفتاب رو میبینیم و برامون یک امر متداول شده. شاعر هم در لحظه کشف همون حال براش اتفاق میفته، یعنی موقعی که یک برگ از درخت میفته، آبی در جوب میره، این ممکنه برای شاعر اون حالت کشف رو ایجاد کنه و پی به نکته‌ای ببره که شاید به ذهن این همه مردم که هر روز با این مسائل مواجهن نرسه. خیلی ممنونم. شنیدید و دیدید. ما در این برنامه در این قسمت با یک برنامه کاملا ادبی و تخصصی طرفید. یعنی اون فضایی که شاید انتظارش رو داشته باشید رو شاید در این جلسه نمید. محمد علی کردی رو در همین 2 دقیقه که صحبت کرد مطمئنم شناختید. پس ببینید ما چه میکنیم وقتی کنارش راه میریم و میریم بالا و میایم پایین. عرض به خدمت شما که پس شما میفرمایید که این چیزی که یه سری بازی دارن، کلاه فلان و سیگار و اینها، اون اصل شاعری نیست. اون هم هست ولی فکر نمی‌کنید ناخودآگاه به اون سمت میبره؟ نه هر که سر به تراشد قلندری داند. به نظر من حافظ 800 سال پیش جواب این سوالات رو داده. ببینید واقعا اینجوری نیستش که ما همه چیز رو بردیم به سمت تیپیکال شدن. امروز روز همه چیز مده. توجه میکنید؟ نوع برخورد ما، نوع کلام ما، کلماتی که ما امروز استفاده میکنیم در گفتگوی روزمره‌مون، نوع پوشش ما، نوع مواجهه ما با اخباری که در پیرامون جامعه ما وجود داره، اینها همه تابع یک سری الگوریتماییه که به نوعی مد میشه. واقعا اینجوری نیستش که شاعر پوشش خاصی داشته باشه، نوع مثلا صحبت کردنش خیلی فرق کنه با دیگران. نه. چرا؟ چون که شاعر همیشه شاعر نیست. شاعر نمیتونه همیشه شاعر باشه. شاعر در طول 80 سال فرض کنید زندگی، شاید در طول این 80 سال اگه مجموعه این اشعار رو بذارید کنار همدیگه و اون اشعار ناب رو از توی این اشعار در بیارید، اون ابیات رو بخواید خلاصه و چکیده کنید، میبینید که این عمر شاعری از 80 سال میرسه به 2 سال. خیلی عالی. این نکته که شما فرمودین خواهم یکم چالشیش کنم. شاعرها سوسولن. دیدید بعضی وقتا میگن خب نه آقا شما هنرمندی، از شما انتظار عصبانیت نداریم، آقای فلان این هم. من فکر میکنم اینجوری نیست. تو کوچه پس کوچه‌ای که ما بزرگ شدیم و خب همچین چیزهایی رو بر نمیداره. من تا این سوال میخوام از شما بپرسم، چون در اذهان اینجا افتاده هنرمندها روحیات لطیفی دارند و اصلا عصبانی نمیشن و به همه چیز یک مدلی نگاه میکنن که بقیه نگاه نمیکنن. این که حالا این کلمه رو من نمیدونم دقیقشو، این که اصل شعر، اساس شعر اتفاقا خیلی چیز نابهنجاریه. یعنی این جالب شد باشه که یک عرض به خدمت شما که یک فضای رمانتیکی برای شاعر در نظر بگیریم که شاعر روی ابرها راه میره، شاعر
صبحها مثلا چه میدونم مثالشو پیدا نمیکنم، مثلا نمیدونم حتما باید کاووس کنجبین بخوره، نمیدونم شما یعنی موزیک لایت گوش بده، نمیدونم. نه اینجوری نیست. چرا؟ چون که ما شناخت درستی از شعر نداریم، از خاستگاه شعر نداریم. پس این گونه نیست. من توضیح بدم راجع به این. خاستگاه شعر درده و اینکه ما از درد دندون ناله میکنیم، آه میکشیم، صدای گربه میاد این وسط. درسته؟ آره خیلی جیغ بدی هم میکشه، داره زایمان میکنه. شعر همینه، داره ناله میکنه. شعر ز دست دیده و هر نمیدونم ز دست فلان دل هر دو فریاد. همین آقا شعر یعنی این. همینو بی زحمت لحاظ کنید تو برنامه‌تون. خب آقا محمد علی، به نظر شما شعرا این چیزی که میگن سوسولن، از دعوا و پرخاش فرارین و اینکه به اصطلاح ظریفن رو قبول دارید یا نه؟ اون چیزی، ببینید ما باید اول شناختمون از شعر کامل باشه. اون چیزی که من از شعر میشناسم و از شاعر میشناسم این نمیتونه باشه که یک آدم ضعیف، لطیف، ظریف، نحیف بتونه شاعر باشه. شاعر حالا شاید مثلا ابعادش خیلی ابعاد بزرگ و برجسته‌ای نباشه ولیکن یک روح عصیانگری داره شاعر و خاستگاه شعر رو ما اگر بشناسیم میبینیم که این روح عصیانگر و اون خاستگاه شعر که درد تعارضات وجودیه و ناسازگاری هاست نمیتونه از انسان یک انسان لطیف نمیدونم با نازک مزاج نازک نارنجی درست کنه. به نظر من خاستگاه شعر خاستگاهیه که یک انسان باید اون درد رو تحمل کنه. ببینید من اینو بهش رسیدم که هیچ کس امروز نمیتونه تنهایی حافظ و یا تنهایی خیام رو به تنهایی تحمل کنه. یعنی دردی که خیام کشیده، دردی که حافظ کشیده. ممکنه درد هم نباشه و اثر تکنیک باشه؟ نه، هیچگاه نمیتونه اینجوری باشه. هیچگاه. شاعر درد سوالش از درد میاد، از درد این که میخواد بدونه، دانایی درد داره. بسیار. خب بریم سمت یه سری سوالات شخصی تر. میتونه جالب باشه برای مخاطبین که شما اولین بار چه اتفاقی افتاد و اصلا یادتون هست که اولین بار چه شد که شعر گفتید و چه شعری گفتید، عاشق شدید و شکست عشقی خوردید؟ چون این اکثرا در ذهن مخاطبی همچین تصوری از شاعر هست. من واقعا یادم نمیاد که اولین بار چی شد که شعر گفتم و چه شعری گفتم. واقعا اینو بگم که یادم نمیاد. اولین مواجهه من با شعر چی بوده؟ اولین بیتتون هم یادتون نیست؟ واقعا نه، اولین بیت شعرم یادم نیست و اینکه واقعا نمیدونم چی شد که شعر گفتم. اما امروز میتونم بگم که چرا شعر میگویم، چرا شعر گفتم و چرا شاعر شدم. چرا شاعر شدید؟ ببینید یک تعریفی یه جا شنیدم که شعر چیست؟ معرفت فقدان. ما یک سری خلاهامونو با شعر پر میکنیم. به قول عباس کیارستمی اینو اگر بخوایم که توی حافظه جمعی و تاریخیمون جستجو کنیم، عباس کیارستمی میگه که از ستم روزگار پناه بر شعر، از ستم یار پناه بر شعر، از دست مردم پناه بر شعر. عین عبارت‌های شعر رو یادم نیست اما همین پناه بر شعر مهمترین عبارت همینه، پناه بر شعر. چرا مردم ما پناه بردن به شعر؟ شعر چیست؟ شعر
وقتی ما نمیتونیم یک حرف جدی رو با صراحت کلام مطرح کنیم، ما پناه میبریم به شعر. وقتی ما در یک ارتباط دو نفره، ساده ترین ارتباط فرد با فرد، وقتی نمیتونیم بگیم دوستت دارم، پناه میبریم به شعر و این همه دیوان شکل میگیره. چرا؟ چون که ما همیشه از صراحت کلام و صراحت لهجه به دور بودیم. بنابراین خاستگاه شعر اینجاست. موقعی که نمیتونی جدی حرفتو بزنی، شاید محمد علی کردی در محیطی بوده، در گذشته در اتمسفری بوده که نمیتونسته حرف بزنه یا حرفش رو جدی بزنه و رو آورده به شوخی و اون شوخی تبدیل به شعر شده، تبدیل به استعاره شده، تبدیل به ایهام شده، تبدیل به ابهام شده. حتی به خاطر همین امروز روز ما میبینیم که همچنان این مشکل وجود داره. خب شما بیشترین مقداری که تا به حال از شعر پول درآوردید چقدر بوده؟ اصلا بوده؟ چون فکر نکنم، من که فکر نمیکنم. آره ببینید، اصلا این که من قرار نیست از شعر پول در بیارم، چون شما قرار نیستش که از بسته قرص و مسکنتون درآمد مالی داشته باشید. شما دوا فروش و دارو فروش نیستید. شما اون مسکن و اون قرص ها رو مصرف میکنید برای اینکه دردتون التیام پیدا کنه. من از شعر هیچ توقعی ندارم. این مثال همیشه میزنم، میگم که طرف میره گل میخره برای خونش، یک گل آپارتمانی، و این گل آپارتمانی نه قراره به شما سایه بده، نه قراره به شما میوه بده. چی کار داره میکنه؟ چرا شما هزینه میکنید بابت این کار؟ اون فقط یه کار میکنه، حال شما رو خوب میکنه. شعر همینه. خیلی خوب. خب من تحمل اینقدر از فاخر بودن رو ندارم، یکم البته میخوام تخصصی ترش کنم. آقا محمد علی، به نظر شما، بپرسم سوال تخصصی رو، آمادگیشو دارید؟ بله. به نظر شما امیر قلعه‌نویی با این ترکیب تو جام جهانی موفق میشه یا نه؟ امیر قلعه‌نویی چون میدونم که فوتبالی شما. من امیر قلعه‌نویی دهه 80 رو دوست دارم، اون سالی که محمود یاوری مربی فجر سپاسی بود اگه اشتباه نکنم، بعد اومد و 5 تا از استقلال خورد، یعنی خساییدری سانت میکرد، بعد از این ور خلاصه بچه‌ها گل میزدن و آرش برهانی هم هنوز نه. خب اگه موافق باشید کارشناس داوری رو بیاریم رو خط راجع. بعد محمود یاوری اومد تو مصاحبه بعد از چی بازی گفتش که جلوی این استقلال سیلم نمیتونه وایسه. خداش. امیر قلعه‌نویی تو فصل فکر می‌کنم 83 84 یه تموم شد اونجا دیگه. خیلی ممنونم. متشکرم که پاسخ دادید و اینکه فکرشو نمی‌کردم انقدر دقیق و تکنیکی راجع به این مسئله شما. آقا عجیب ترین جایی که شما شعر گفتید کجا بوده؟ گنج کافه که نبوده قطعا. با چی؟ این چالشی شده. این جمله‌ای که گفتی به خاطر اینه که منو میشناسی. آره. که گفتی قطعا کنج کافه نبود، چون من اصلا درکی از این ندارم. کافه برو نیست. آره مثلا آیس امریکانو بخورم و با کلیپرم مثلا سیگار کوهی با روشن کنم. نه واقعا اینجوری نبوده. عجیب ترین جایی که من به شما بگم که من یک دوره‌ای که توی زندگیم، یه دوره‌ای که کارمند بودم و وقت خالی نداشتم به خاطر به لحاظ اینکه کارم روابط عمومی بود و اینها، وقت این کارو نداشتم، وقت خلوت کردن نداشتم و از دفترم از خیابون هفت تیر، برای همین از دفترم از خیابون هفت تیر تا فردوسی یا بعضی وقتا تا چهارراه ولیعصر پیاده قدم می‌زدم. چه بسا بیشتر هم میدونم که شما پیاده قدم زدید. وقتایی هم تا خونه مثلا. بس دارید که ماراتون شرکت کنید. آره. بعد میرفتم توی این خلوته، یعنی این خلوتی بودش که در یک جانشینی نبود، در قدم زدن بود، قدم به قدم این خلوته توالی پیدا میکرد تا اینکه بالاخره توی این مسیر هم فکر میکردم، هم میگشتم، هم دقت میکردم، هم دقت نمیکردم. خیلی جاها ممکن بود برم زیر ماشین، نمیدونم سر به هوا را برم.
اینجا مثلا خلوت شکل خیلی جذابه این که شما گفتین. خب ما الان دوست داریم که علاقه‌مند شدیم که یک غزل از شما در این قسمت بشنویم. خوشحال میشیم که برام یه غزل، یکی از شعرهایی که خودتون فکر میکنید که اون جاهای گفتین که ممکنه برید زیر ماشین، یعنی که خیلی حس خوبی نسبت بهش دارید، برام بخونید. خواهش میکنم. بخونم دیگه، غزل رو بخونم برای شما بعد. آره راجبش اگر حرف هم بزنیم که خوشحال میشه، بهتر. اصلا دوست داریم بدونیم شاعر راجب شعری که گفته چه نظری داره. احوالات هم بوده، یعنی خیلی سعی نکردم توی این شعر به فن شاعری بپردازم. ما یک خودآگاه و یک ناخودآگاهی داریم که به نظر من خیلی از دوستان رو دیدم که قبل از اینکه شعر رو بگن میشینن کلمه قافیه انتخاب میکنن و اینا رو لیست میکنن و اینا رو مینویسن روی کاغذ. این نکته است که شما گفتی، میتونیم تخصصی راجع بهش صحبت هم کنیم اگر شما صحبت من خیلی مختصر سعی میکنم با توجه به اقتضاعات برنامه‌تون این مطلب بازش کنم. میبینم که آره کلمه قافیه رو مثلا طرف رفته آب، کتاب، مثلا محراب، خواب، سراب، بیتاب، اینا همه رو برداشته لیست کرده و شعر رو شروع کرده گفتن. این اشتباه ترین کار ممکنه به نظر من. چه نکته خوبی واسه کسایی که میخوان تازه شروع کنن. بله. و این اشتباه رو میکنن. این که ببینید شما وقتی که کلمه رو انتخاب میکنید، این انتخاب در خودآگاه شما اتفاق میفته و شعر برآمده از ناخودآگاهه. وقتی که شما در خودآگاه اون کلمه رو انتخاب میکنید، دیگه نمیتونید در ناخودآگاه به سراغ اون کلمه برید. ببینید موقعی که شاعر میخواد قافیه رو به قافیه دست پیدا کنه، اون خودش یک حال کشفی به شاعر دست میده. دم دستی ترین کلمات آب، خاک، خب، و این حال کشفه موقعی که شاعر در گوشه ذهنش داره کلمات رو میچینه کنار هم دیگه، وقتی به کلمه قافیه، وقتی به زنگ قافیه میرسه، به کلمه قافیه میرسه، یک حال کشفی و یک وجدی به شاعر دست میده که اون حاله میاد توی اون کلمه، یعنی میشینه. اما وقتی شما کلمه رو از قبل انتخاب کردی، یه دکمه پیدا کردی رفتی براش دنبال اینی که یه کت شلوار بدوزی، این کامل در خودآگاه شما اتفاق میفته و خودآگاه شما ازش شعر در نمیاد. شعر اصطلاحا میگن تصنعی شده، مصنوعی شده. معلومه که شعر رو ساختی، شعر رو نگفتی. گفتن شعر مهمه. ناخودآگاهتون رو بشنویم. آن گوشه‌ای که راه ندارد ملال کو، آن روشنان وقت خوش بی زوال کو، دود و دمم سیاهی تشویش احتمال، آسود خاطر آن دم بی احتمال کو، تردیدها به غیر سیاهی چه داشتند، رویی که رو بشویم و آبی زلال کو، حتی خیال بال و بال است در قفس، دستی که وارهاندم از این خیال کو. کو. چقدر دلتنگ یک نوازش بی منتم، دریغ آن که جواب بود بدون سؤال کو. کو، آن بی سواد مادرم، آن گیسوی سپید، آن چشم‌های مؤمن بی قیل و قال کو. خیلی ممنونم، چقدر عالی. من میدونم که شما این غزل رو برای مادر عزیزتون نوشته بودید، انشالله که خدا رحمتشون کنه. خیلی این شعر خوبیه. به نظرم که واقعا از اون دنیا کیف میکنن که این شعر شما رو میشنون. من بعدها که در احوال تصوف، احوال صوفیه، یه خورده مطالعاتی داشتم، خیلی مختصر، خیلی کم، واقعا یک دریاییه که ته نداره. دیدم که بزرگان
وقتی به یه جایی میرسیدن کتابشویی میکردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی که خونده بودن رو میدادن آب ببره، هر کتابی، هر ارزم به خدمت شما که مقوله‌ای، هر چی. و داریم در تاریخ که ابو سعید ابوالخیر یک زمین رو حفر کرد، تمام کتبش رو ریخت اونجا و خاک ریخت روشو و یک درختی هم کاشت که آقای دکتر شفیعی کدکنی میگه اسم این درخت مرد بود، مثل مورد نوشته میشه، ولی میگه خب وجه تسمیه این درخت هم بی دلیل نمیتونه باشه که مرد. و رفتن سراغ پدر ابو سعید، گفتن کجایی که پسر داره کتاب خاک میکنه. دیوونه شده. آره. اومد و گفت پسر چه کاری داری میکنی؟ گفتش که یادت بچه بودم اومدم، پدرش عطار بود، اومدم مغازت گفتم که این چیه، این قوطیه چیه؟ گفتی تومدان بلخی. تومدان بلخی نه اینکه اسم یک ادویه باشه، یعنی اینکه تو نمیدونی. بعد چی توضیح بدم؟ تومدان بلخی یک چیزی هم دست به سرش کنه. آره یه قیدی هم گذاشته روش. میگه خب یادت گفتی تومدان بلخی، این تومدان میهنگی، ابو سعید مال میهنه بود، این تومدان میهنگی، یعنی تو نمیدونی. و داریم که مثلا در نزد شبلی که رفتن، یک نفر قلم و دواتی در آستینش بود و در محضر شبلی این قلم و دوات افتاد، از آستینش اومد بیرون و شبلی گفتش که از نزد ما دورش کنید اینو. سواد یعنی سیاهی، کلمه سواد یعنی سیاهی و سیاهی رو از ما دور کنید. برگردیم به اینکه چرا شاعرم. بله، چون فکر میکنم که از این قضیه ما به خیلی جای مفیدی میرسیم. من یه اختلاف سنی زیادی داشتم با پدر مادرم. بچه که بودم من مادرم سواد قرآنی داشت و خیلی اهل شعر بود. موقعی که تو مدرسه از ما میپرسیدن که مثلا یه فرمی میدادم به ما که مثلا میزان تحصیلات پدر و مادر، من همیشه پیش خودم خجالت میکشیدم که بنویسم مثلا مادر بی سواد. و 30 سال طول کشید تا بفهمم که چه نعمتی بوده مادر بی سواد. آن بی سواد مادرم آن گیسوی سفید. چقدر خوشحالم که مادرم دکتر نبود، چقدر خوشحالم که مادرم مهندس نبود، چقدر خوشحالم که مادرم مادر بود و سیاهی نداشت، گیسوی سفید داشت. و امروز دارم بهش فکر میکنم و دارم امروز بهش افتخار میکنم و الان فهمیدم که از چه نعمتی بهره مند بودم. آن بی سواد مادر، آن گیسوی سپید، آن چشمهای مؤمن بی قیل و قال. قیل و قالی ندارند، سوالی ندارند، های و هویی ندارند، درگیر نیستن، زندگی رو به معنای واقعی درک میکنن و زندگی میکنن. همین. خیلی ممنونم. خب آقا محمد علی، شاعرها که شعر میگن همه فکر میکنن که یه چیزی میزنن، شما چی میزنی؟ من والا به خاطر اینکه شعر بگم متوسل به چیزی نمیشم. ببین اینکه ما بخوایم به یه چیزی متوسل بشیم که به وسیله اون بخوایم مثلا تو یک خلسه‌ای قرار بگیریم، تو یه هپروتی قرار بگیریم و بتونیم شعر بگیم، این یعنی اینکه غایت من اینه که من شعر بگم. من تو رو خدا منو به عنوان شاعر قبول کنی، تو رو خدا من قبول کنی که من شعر میگم. من احتیاجی به این کارو ندارم و احتیاجی هم نمیبینم. پس نمیشینید آه بکشید؟ من دوست دارم از سر لذت آه بکشم تا از سر حسرت. خب خیلی ممنون. بهترین شاعر جوان از نظر شما کی میتونه باشه؟ همه شاعرها خوبن، هر کسی که واقعا شاعر اگه یکم دقیق‌تر به دور و برتون نگاه کنید کی میتونه؟
دقیقاً من اصلا مشکلم اینه که دقیق نمیتونم نگاه کنم. حالا جالبه به شما بگم، من موقعی که گواهینامه رانندگی گرفته بودم مشکلم این بودش که باید حواسم رو جمع میکردم نسبت به محیط پیرامونم. یعنی حواسم بود که یک ماشین داره از پشت میاد، یک آبر داره از پشت بگیر که بهترین شده جواب کیه روی کاغذ بنویس. این به خاطر همین من هیچ وقت نمیتونم دقیق بشم. یعنی واقعا مشکلم اینه همیشه. یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینه دیگه. بهترین شاعر جوان به نظر من سعدی همچنان جوانه. آفرین. بله. همه چی رو تخصصی میکنه و نظر جوابای خوبی هم میده. یعنی اگر ما پرنده بودیم میشد قشنگ بالش تولید کرد اینجا. و خب اگر خب یه سوال خواستم بپرسم ازت، فکر می‌کنم اینو هم بازم جواب ندی. منتها شما اگر قرار باشه با یک شاعر هم اتاق باشی اون کیه؟ اخوان سالس. چرا؟ فقط میشستیم با هم دیگه تو یه اتاق سیگار میکشیم بدون هیچ حرفی، هیچ چیزی. بدآموزی داره برای چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است به نظرم. شعر و اینا میشه سیگار بکشید. ببین واقعا اینجوریه که یک سری چیزها گفتنی نیست و ظرف کلام براش کوچیکه. خیلی باز دوباره بحث تخصصی میشه اگه بخوام بازش کنم. خب آقا محمدعلی علاقه‌مندی‌های شما چیه؟ یه سری لیست علاقه‌مندی اصلا شما اگر داشته باشید. علاقه‌مندی‌های من شاید برای خیلی عجیب باشه. شاید مثلا من راه رفتن رو دوست دارم، نگاه کردن رو دوست دارم، شنیدن رو دوست دارم. وقتی که مثلا با یک نفر ارتباط برقرار میکنم دوست دارم حالا با هر جوری که بلدم اون طرف رو ببرم به سمتی که تمام اون نقش ها، تمام اون پرستیژ ها اینا رو کنار بذاره و خود واقعیش باشه. ولی که بخوام تخصصی تر باز دوباره دقیق تر به قول شما دقیق تر جواب بدم که به چه چیزهایی علاقه دارم، من به چوب خیلی علاقه دارم. آره اینو من میدونم. آره به چوب، به چرخ. برای دعوا به چوب خیلی علاقه داری؟ نه واقعا. وقتی مثلا چوب میبینم یا اینکه مثلا ساعت ها میشینم تو گوشیم مثلا فیلم کارگاه‌های نجاری رو میبینم. کاری هم ساختید؟ قبلا یه کارایی میکردم مثلا حتی با یه چوب بستنی شده مثلا. من یادم یه مدت چاقو میساختن چوب بستنی و اینا. آره. یه کارای اینجوری. ولی خط خوبی داری شما. آره ببین اصلش اینه که خط و نقاشی رو من خیلی علاقه داشتم ولی خب بنا به شرایطی من هیچ وقت اون دوتا رو جدی نرفتم دنبالش، وقت آنچنانی نذاشتم براش و بیشتر تمرکزم روی شعر بود. چون اون خط نقاشیه خستم میکنه ولی خب اون خستگیه مثل اون خستگی نیستش که بعد از مثلا مطالعه شعر یا سرایش شعر، یعنی اون خستگی که روح و روانت ارضا شده باشه و اون لذت رو بتونی ببری. یا اینکه حتی مثلا در بحث موسیقی خیلی دوست داشتم یه ساز مثلا تار رو خیلی علاقه داشتم ولی سمتش نرفتم. یه دلیل داشتم، به خاطر این بودش که گفتم این تاره، این سازه اونجوری نیستش که یه دفعه نصف شب منو بیتاب کنه من بلندشم نمیشه اصلا با وضعیت که آره بگم که نه مثلا تار کجاست من میخوام تار رو مثلا تیکه تیکه کنم. ولی خب نسبت به شعر چنین حالی دارم، چون اونو در خودم ندیدم نرفتم دنبالش. آقا محمدعلی فردا دنیا به آخر میرسه. بله به سلامتی خدا کنه. فردا دنیا به آخر میرسه. اگر بگن که خب هر کس یک چیز از خودش به یادگار بگذاره، شما از ابیات و اشعار چی؟ اون یه بیت یا یک شعر یا یک غزل؟ اصلا بذار بهتر بپرسم، محمدعلی کردی یک بیته، چه بیتی؟ اون میشه گرگ دهن‌آلوده یوسف ندریده. از سعدی. آره میشه سعدی. اما اگر خودم باشه میتونه این باشه که عذر بدتر از گناهم شاید آرامت کند.
آه اگر انگور دزدیدم شراب آوردم. به به. بخاطر اینکه شاعر دائم داره میدزده، داره نگاه میکنه، داره نظر میندازه. حفظید این غزل رو برام بخونید یعنی که بله اگر بخونید که خیلی لطفیه. خواهش میکنم. اصلا کلا نظر من راجع به شعر، یعنی سعی کردم توی این غزل نظرم راجع به شعر و شاعری بگم. بازم میگم در خودآگاه این شعر اتفاق نیفتاده، تو یک هوایی بودم، تو یک حالی بودم و نتیجه شده این غزل که بیشتر یک اعتراف شاید به یک شخص، یا شاید نسبت به خودم، شاید نسبت به مخاطبی که ندارم. شروع کنم من چون همه شعرهای شما رو حفظم من. شما لطف دارید. نه خودم باورم کن رفتم آب از سراب آوردم، تاولم از جستجوی هیچ آب آوردم. وعده هایم چون فریب سیب شیرین، گرچه کذب حرف حق تلخ است، از شیطان کتاب آوردم. من همان پیغمبرم که با دروغ امتحان، مؤمنان را مژدگانی عذاب آوردم. من همان پیغمبرم که با دروغ امتحان، مؤمنان را مژدگانی عذاب آوردم. از توهم، از خیال، از رطب و یابس، از عبث، قطره قطره، جرعه جرعه، شعر ناب آوردم. بی محلی ها چه از من ساخت، تحویلم بگیر چقدر خوب، حال که دستی برون از من جلاب آوردم. چه تصویری. عذر بدتر از گناهم شاید آرامت کند، آه اگر انگور دزدیدم شراب آوردم. به به. این به نظرم جزء ستای اوله نیست این غزل؟ من نمیدونم، دوست دارم این غزل رو، دوست دارم به خاطر اینه که اون چیزی که شما میبینی و تبدیلش میکنی در شعر، اون خب وقتی تبدیل میشه دیگه اون صورت اولیه رو نداره. شما شاید معشوق سعدی یا ممدوح سعدی یا معشوق حافظ یا ممدوح حافظ اینقدر زیبا نبوده. آفرین. انگوری بوده. مغان که دانه انگور آب میسازند، ستاره میشکنند آفتاب میسازند. وقتی شما یک تصویر رو به عنوان یک شاعر تحویل میگیری، یک سازنده ساز رو در نظر بگیر، یک کنده درخت توت مثلا بهش میدن، میگن که آقا از این یک تار در بیار، اون در فرم اولیش یک کنده درخت معمولیه، ولی موقعی که میرسه به عمق این کنده و اون کنده تراش میخوره و تبدیل به اون تار میشه و یک فرایندی داره که مثلا اون کنده باید مثلا هوهانس آبکاریان که معروف تار یحیی که قیمت نداره، مثلا 1 سال در زاینده رود اون درخت و اون تنه درخت رو قرار میده که شیرابه هاش بره، 1 سال در کنار تنور نونوایی قرار میده که اون چوب خوش بشه، بعد 2 سال تازه می آورده تو کارگاه میگفته خب به نام خدا، چکش قلم دستش میگرفت. همینه، انگور رو میگیری تبدیل به شرابش میکنی. اینه. خیلی خوبه. آقا من یک چیزی شنیدم، با دوستتون هم در میون گذاشتم کربلایی، مالو شاید بهتون بگم، من شنیدم که سازمان امور مساجد از شما شکایت کرده. این رو خودتون میدونستید؟ بابت چون شما جای گفتید که من تاک تکیه داده به دیوار مسجدم. این ارتباط تای چرا؟ تخصصی میشه این سوال من. ببین اون پارادوکس دیگه، یعنی اون چیزی که حافظ میبینه پارادوکس هاست، تناقض هاست.
مثلا میگه به زیر دلق ملمع کمندها دارند. کمند رشته ریسمانی بوده که باهاش شکار میکردن و خلاصه میگرفتن و میبستن. به زیر دلق ملمع کمندها دارند، دراز دستی این کوته آستینان بین. یعنی شما وقتی عبا یا خرقه رو میبینید آستین کوتاهی داره، یعنی اما اون دراز دستیه در کنار اون کوته آستینیه، اون پارادوکس است. شما جهان پیرامون ما پر از پارادوکسه. اینکه یک دفعه آبی آسمون در هنگام غروب سرخ میشه، این خودش یک پارادوکسه که ما بهش توجه نمیکنیم. و اون تاک تکیه داده به دیوار مسجد، اون تاک به خودی خودش یک وجود معترضه در اون بنا، در اون نظام، در اون چارچوب. خب آقا محمد علی، اگر یک، چون این رو میدونم دوست نداری، من کاملا آگاهم، اگر یک روز بیدار شی و ببینی که برنامه مجاز انقدر ویو خورده، چون همینجوریه دوستان عزیز لطف میکنن ما رو در یوتیوب سابسکرایب میکنن، دنبال میکنن و اینکه شیر میکنن به دوستانشون، به عزیزانی که ادبیات علاقه‌مندن، خصوصا این برنامه رو. شما من مطمئنم که میتونه نکات مفیدی برای شما داشته باشه. یک روز بیدار شی ببینی که معروف شدی، معروف هستی، شما انقدر پخش شده شعرت در جهان، جهانگیر شده و چه میدونم عالمگیر شده به اصطلاح، و اسمت همه جا هست، تو هر کوچه و خیابونی که میری بنرت همه جا هست، چی کار میکنی؟ هیچی. شما هم هیچی؟ من هم هیچی واقعا. به خاطر اینکه ببین من نیومدم خودمو به کسی اثبات کنم، نیومدم. ببین واقعا هنر مخاطب میخواد، هنر باید دیده بشه. من بعضی وقتا دلم به حال شعرم میسوزه، میگم تو بچه خوبی هستی، من پدر بدیم، من نمیذارم تو دیده بشی. چرا نمیذارید؟ من نمیذارم به خاطر اینکه به کی، کجا دیده بشه، کی ببینه، بعد از اینکه دید چه اتفاقی قراره براش بیفته. ببین واقعا آره دلم میسوزه به حال این شعر. خب فکر نمی‌کنید که شعر شما ممکنه یک جایی در زندگی یک اثر مثبت داشته باشه؟ خیلی برای من این اتفاق لذت بخشه. من میگم که اوج موفقیت برای یک شاعر اینه که در خصوصی ترین لحظاتی که هیچ کس نمیتونه کنار تو باشه، اونجا شعر تو میتونه نفوذ کنه و به زبون اون شخص جاری بشه، جایی که هیچ کس نیست غیر اون شخص و در شخصی ترین و خصوصی ترین ساحت ممکن قرار داره اون شخص. اونجا شعر تو محرمه و راه پیدا میکنه. کما اینکه شعر حافظ، شعر سعدی با ما چه این کاری میکنه. و چرا این تجربه رو داشتم؟ خودتون هم داشتید با ابیات دیگران؟ بله. خودزنی هم کردید؟ آره یه بار یادمه که یک بیتی از نعمت خان عالی یادم افتاد و در یک تنگنایی بودم، در یک محیط سربسته بودم و یک دفعه این بیت به جان من نشست. چی بود اون بیت؟ دوستان صیاد را بهر خدا ضامن شوید، یک پریدن تا لب دیوار میخواهد دلم. در همین هم یک پریدن تا لب دیوار میخواهد دلم. و آنچنان منو تحت تاثیر قرار داد که دیگه حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و از این حرف. بسیار محمد علی کردی اگر یک کلمه باشه اون چه کلمه ایه؟ یه چه واژه‌ایه؟ هیچ. کلا با هیچ رابطه خوبی دارید؟ آره هیچ شیونه، اینها رو خیلی دوست دارم. حسرته یا نه؟ حسرته، بله. شما در نوشتن به رنگ کلمات هم دقت میکنید؟ رنگ دارن اصلا کلمات یا ندارن؟ رنگ کلمات، اتمسفر کلمات، موسیقی خیلی مهمه برای من. کدوم شاعر موزیسین خوبیه؟ حافظ بی تردید، سعدی، حافظ، حتی مولوی. البته مولوی خب در غزلیات شمس بی‌نظیره به نظرم. بعد موسیقی خیلی برای من مهمه. به موسیقی هم علاقه دارید؟ من یک شعری گفته بودم، در یک بیتی گفته بودم که نه عجب
با هوس عطر تن آهوی، شیر اگر که بچرد سبزه صحرایی را. اگر عجیب نیست اگه یک شیر یه دفعه با خیال عطر تن یک آهو شروع کنه سبزه صحرایی خوردن. خیلی تصویر جالبی داره. بعد یکی از دوستان به من پیشنهاد دادش که اینجوری بذاری بهتر نیستش که نه عجب با هوس عطر تن آهوی بچرد شیر اگر سبزه صحرایی را، که گفتم نه، به نظر من این اون چیزی که من دنبالش هستم توی اون مصرع دوم اتفاق نمیافته، به دو دلیل. یکی این که وقتی ما داریم راجع به شیر، نه عجب با هوس عطر تن آهوی، شیر اگر که، وقتی داریم راجع به شیر صحبت میکنیم هیچگاه ذهن به سمت سبزه صحرایی نمیره و سبزه صحرایی اینجا در نقش غافلگیره. چرا سبزه صحرایی؟ آره دیگه، چرا سبزه صحرایی؟ اینجا در نقش غافلگیر کننده خودش باقی میمونه. و دوم اینکه توی این ارکان وزنی شیر اگر که بچرد، اون انقباضی که توی کلمه ب حاصل میشه، اون حرص و اون ولع رو توی دهان مخاطب القا میکنه. این نقش موسیقی در شعر. آره، اینکه حافظ صائب میگه که دستگاه بوسه را زیر نگین آورده است، دست اگر یابم به دندان میکنم تبخال او. اینو یه مثبت 18 بذارید. این ولعه به نظر من وجود داره توی اون بیت که بنده گفتم. اونم به نظر من این تأثیر موسیقی کلامه. مثلا حالا که گفتی تا حالا بوده شعری بنویسید و معنیشو ندونید؟ چی گفتم؟ مثلا اینی که نوشتم چیه محمد علی؟ معنیشو چرا؟ اینکه خب بالاخره شما اول باید معنی رو در نظر داشته باشید و برای اون معنی کلامی انتخاب کنید. من یک بیتی گفته بودم که یک بنده خدایی گفتش که اینو با یکی مطرح کرده و این بیتو خونده بود، گفته بود که این مثلا چکیده خطبه توتنجیه حضرت امیره. این بیت من نمیدونستم شأن نزول این بیت چیه اصلا، ولی گفته بود که مرا که از عدم تا هست با شوقت سفر کردم، به یاد آور که خون لخته‌ای بودم خطر کردم. آره، بعد فهمیدم که نه، مثل این که بیراه هم نگفتم و ارتباطی هم مثل این وجود داره. البته من اون کلامو نخوندم و نمیدونم چی. چرا که من همه اشعار شما رو حفظم و شما نه؟ من شعرهای شما رو حفظ باشم؟ من والا خیلی نه، تازگی‌ها خیلی چیز حافظم ضعیف شده. من خودم هم چون شعر خودم انقدر بالا پایین میکنم برای پردازشش، به خاطر همینه. و یعنی خودت میدونی من خیلی از شعرها، ولی من اکثر شعر شما رو حفظم. شما به خاطر اینکه لطف دارید و فکر کنم که چیزی به خودت اضافه نکردی. نه، 100% که اضافه شده به هر چی که هست. شما گفته بودید که اگر یک بیت بخواید باشید، اون گرگ دهن آلوده یوسف ندریده است. بله. در کوی تو معروفم و از روی تو محروم، گرگ دهن آلوده. این بیت از سعدی است، مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، درسته؟ بله. در قرن 7 هجری قمری. بله. متخلص به سعدی، شیخ اجل، استاد سخن. ما در هر برنامه سعی میکنیم که راجع به یک شاعر صحبت کنیم. امروز فکر کنم درباره غایت شعر و شاعری میخوایم صحبت کنیم. این گونه هست یا نه؟ راجع به سعدی اگر نکته‌ای دارید میتونید به ما بگید، ممنون میشم. ببینید، یک تجربه فعلی خودم رو میگم، اینه که من به این نتیجه رسیدم که هیچ کدوم از شاعرای بزرگ ما باری به هر جهت شعر نگفتن، بی دلیل شعر نگفتن، برای این شعر نگفتن که شاعر باشن. توجه میکنی؟ و سعدی هم از این قاعده مستثنا نیست. یعنی حتی سنایی میگه که هزل من، هزل شعری که توأم با استهزاء، میگه هزل من هزل نیست،
تعلیم است. بیت من بیت نیست، اقلیم است. حتی هزلشون هم یعنی یک نکته ای داره برای آموزش ما، برای اینکه ما چیزی گیرمون بیاد و اینها هم بی دلیل شعر نگفتن. و سعدی هم همینه. سعدی خیلی از نظریه ها و خیلی از تعالیم رو از بزرگان ورداشته تبدیل به شعر کرده و وجه تمایز سعدی با شاعران دور و نزدیکش همینه که اون با یک پرداخت هنری پیچیده ترین حرف ها و سنگین ترین کلام ها رو برداشته تبدیل به شعر کرده و ما ازش لذت میبریم و غافلیم از اینکه کنه کلام سعدی چیه. و چون به خاطر اینکه شعر سعدی همیشه سهل ممتنع بوده، ما ازش غافل بودیم، ازش ساده رد شدیم. مثلا در مقوله که همین کلمه نظر که سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است. ما یک بزرگی داریم همیشه اینو برامون میخونه و واقعا من هر بار که میشنومش یه چیز جدیدی ازش از همین بیت دست گیرمش. سعدیا پیکر مطبوع برای نظر است، گر نبینی چه بود فایده چشم بصیر. این نظره، مقوله نظر رو آقای دکتر سعید حمیدیان در کتاب غزل سعدی از بحثش رو باز میکنه و به یک بیتی اشاره میکنه که باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. باغ تفرج یه بوستانیه که مثلا مثل پارک امروزی که مردم میرفتن گشت و گذار و اصلا کسی حق میوه چیدن نداشته و بعد شما فقط نگاه کنید. درسته؟ سعدی داره میگه که فقط نگاه کنید، باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد، جز به نظر نمیرسد سیب درخت قامتش. یعنی فقط برای نگاه کردن. یک معنی دیگه هم داره، جز به نظر رسیدن. این رسیدن بلوغ میوه رو داره میگه. بعد میاد اینو بازش میکنه بر اساس سوانح غزالی، میگه که این مقوله نظر در صوفیه یک مقوله پیچیده‌ای بوده و یک اصلی وجود داشته که حسن و زیبایی به خودی خود به کمال نمیرسیده و این حسن کی به بلوغ میرسیده؟ به واسطه نظر، به واسطه اینکه دیده بشه و اون حسن به بلوغ برسه. به خاطر همینه که سعدی داره اینجا میگه که جز به نظر نمیرسد، یعنی اینکه به وسیله نظر منه که این میوه میرسه. چرا؟ چون که قدما اعتقاد بر این داشتن که سیب سرخ اصطلاحاً بهش میگفتن سیب سهیل زده. اعتقادشون بر این بوده که این سهیل باید نورش بتابه به این سیب و این سیب قرمز بشه و مقوله نظرم از همین عقیده میاد. جالبه به نظر من. آره. این یک بیت سعدی، این یک بیت سعدیه یک بیت سعدی که شما به خاطر شرایط تایم زمانی ما نمیخوای تازه ادامهش بدی. بله و شرایط و خیلی جالب بود خیلی جالب بود برای من که اونجا که من پرسیدم بهترین شاعر جوان امروز شما سعدی رو گفتی. بله. حالا با اینکه چرا من رو اینجا باید همه من رو بگن در جریانی که دوست خوب منی، ولی خب من سعدی رو ترجیح به من میدید. متاسفانه، ببخشید. خواهش کنم. دوستان همونطور که ملاحظه کردید در این قسمت شعر بحث جدی هنره و به قول خود شما بودید که شعر مادر تمام هنرهاست و شوخی نیست. کسانی که عملاً امروز روز توسط وسیله‌ای به اسم فضای مجازی شعر رو به شوخی و بازی گرفتند، اونها میتونن این برنامه رو نگاه کنن و دوستانی که جوانتر هستند و تازه میخوان وارد مقوله شعر بشن به نظرم خیلی مفید میتونه باشه. ما فکر میکنم با محمد علی کردی میتونیم ساعتها و برنامه‌ها و قسمت‌ها بریم و راجع به شعر تخصصی صحبت کنیم. خیلی مفید بود برای من و برای هر کسی که این برنامه رو میبینه. همونطور که ملاحظه کردید شاعر وقتی راجع به شعر حرف میزنه
در دریای غرق میشه که بیرون کشیدنش سخته. من سعی میکردم در این برنامه سکوت کنم و به سخنان ارزشمند کسی که واقعا مطالعه داشته و واقعا شعر رو جدی گرفته. ما برنامه پیرو شعره و این مهمترین قسمتی بود که به نظر ما میتونستیم ضبط کنیم و به صورت جدی به شعر پرداختیم و به صورت تخصصی میتونن بچه‌ها این شعر رو، این برنامه رو ببینن و ازش استفاده بکنن. متشکرم از شما. واقعا حسن ختام رو من دوست دارم که با شعری از شما به پایان برسونیم اگر مد نظرتون هست. بله، من یه غزلی تقدیم میکنم خدمت شما که علیرغم ظاهر کهنی که داره حرف جدیدیه به نظرم و اینه که دیگه خبری از اون شکوه ها و شکایت ها نیست و با نگاه زیباشناسانه به اون رفتار نابهنجار نگاه کرده. شاید اصلا نابهنجاری وجود نداره، این نابهنجار هم کلمه اشتباهی بود که به کار بردن و در ستایش اون معشوقیه که شاید همیشه در طول تاریخ مورد مذمت قرار گرفته بنا به اون رفتارها. جالبه، میشنویم. تو با پیاله مستان فرو نمیافتی که هرچه از تو بکاهند باز انگفتی. هنوز سر گل این باده را نخورده کسی، به بار هستی اما هنوز نشکفتی. شراب هرچه شود تلختر گواراتر، شرابتر شده ای هر زمان برآشفتی. تو ای خمار شکن مشرب تو بیداری است، اگرچه با خم و با خشت شب به شب خفتی. تو از سلاله پاک درخت انگوری، تو از سلاله پاک درخت انگوری. تو تلخ وش، تو همان می که خواجه می گفتی. مدام لب به لب ای بکر گشته دست به دست، مدام لب به لب ای بکر گشته دست به دست. تو با پیاله مستان فرو نمیافتی. بسیار عالی، واقعا لذت بردیم. دوستانی هم که اینجا هستن به وجد اومدن از شعر زیبای شما، واقعا متشکرم. من فکر میکنم که با شما اگر که ما و برنامه ما رو قابل بدونید میتونیم که ساعتها راجع به شعر حرف بزنیم و دوستان توصیه میکنم به شما اگر از این برنامه استفاده کردید و 100% لذت بردید، ما رو در صفحه یوتیوبمون سابسکرایب کنید، دنبال کنید و همچنین در صفحه اینستاگراممون برامون پیغام بگذارید و حتما شما با پیام هاتون روشنی بخش راه ما خواهید بود و به اون بگید که ما در آینده راجع به چه مسائلی میتونیم صحبت کنیم. مسائل دلخواهتون، مطمئنا کسانی هستن که تازه دارن وارد شعر میشن. محمد علی کردی به نظرم یک معلم بی‌نظیر، برای یک کسی گفته بود شعر یک اقیانوس، با ناخدا باید واردش بشی. به من گفته بود البته، برو با محمد علی واردش بشو. و اینکه متشکرم از شما که امروز تشریف آوردید. من سوال آخرم رو بپرسم، شما که پوست خوبی داری از محصول پوستی فکر کنم استفاده میکنید، درسته؟ بله، از سمین بیوتی استفاده میکنم. خیلی متشکرم. و اینکه همونطور که میدونید اسپانسر برنامه سمرن بیوتیه. سمرن بیوتی. کلا بحث اسپانسرینگ رو ریختم، مثلا همه شده نبود. ببینید سمرن بیوتی. همه از سمرن بیوتی استفاده کنم. استاد حوصله تبلیغات ندارن. میتونید صفحه اینستاگرامشون رو دنبال کنید و همچنین وارد سایتشون بشید و محصولات مد نظرتون انتخاب کنید و سفارش بدید. خیلی متشکرم که به تماشا نشستین. مجاز رو تا
تا برنامه بعدی خدایا رو نگهدارتون. از شما نکنه. خیلی عالی.